حمد به حد، ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم راهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار بسیار بخشنده و بی نهایت مهربان خواهان او هستم که الله مهربان محبت های ما و شما را، میل های ما و شما را، اخلاص های ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند هر یک نیکی را که ما و شما انجام میتیم، هر یک کار ثوابی را که از دست ما و شما انجام میپذیرد، الله به درگاهش مقبول بگرداند. از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند به همه ما و شما زندگی اسلامی و زندگی ایمانی نصیب گرداند و با این زندگی پاک و خوب و نیک چند روزی که در این حیات باشیم زندگی داشته باشیم و زمانی که با این دنیا پدرود میگوییم همون ایمانمان، همون اسلاممان الله مهربان همراه ما باشد. از الله مهربان خواهان او هستم که گذشتگان ما رحمت و مغفرت کند. تمام فرزندای ما، خواهرای ما، مادرای ما که بیرون از جمهوری هستند برای پیدا کردن رزق روزی رفتند، الله مهربان کاراشون در برار و برکت و خداشون از جمیع بیماری ها و مشکلات ها خدای مهربان نجاتشان نصیب بگردان. و از الله مهربان خواهان او هستم که الله مهربان در این دیار ما و شما، در این ملک ما و شما فیض و برکات نازل کند، آفت و بلاها را خدای مهربان دور بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که بیماری هامون شفای کامل و گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، در پیش من یک چند سوالی هست. انشاءالله به قدر قوت و به قدر توانایی من در این سوال های شما جواب میگردانم و خداوند همیشه دعاگو هستم که به عدد هر حرف این سوال ها در نامه اعمال من و در نامه اعمال همه شما گوش کننده ها خدای مهربان ثواب کتابت فرماید. میایم برادران عزیز به سر سوال ها و گوش اندازیم که برادران و خواهران و مادران ما چی سوال ها برای ما روان کردند. سوال اول من میخوانم. بابای حاجی، ما 6 فرزندیم. 18 سال پیش مادر و پدرم جدا شدند.
ما با پدرم ماندیم در دست مائیندر، کلان شدیم. مائیندر هم آدم خوب نیست. پدرم نمازخوان، آدم دیندار، ولی نمیماند که ما با مادرم صحبت کنیم. آیا پیشش رویم؟ استاد جان، آیا این کار پدرم درست است؟ و اگر عاقمان کند عاقشان قبول می شود یا نه؟ برادران و خواهران عزیز، فکر میکن سوال گوش کردین. فرمود که ما 6 فرزندیم و پدر و مادرمان 18 سال پیش از یکدیگر جدا شده بودند. الحال مقصد این فرزندها علاکه به وایه رسیدن، کلان شدن و خواهیشون همین است که نزد مادرشون روند، یعنی از حال مادر خبرگیری کنند. ولی پدر نمیگذارد که اینها نزد مادر روند و شاید که همین خیل شرط هم مانده باشد که اگر شما نزد مادر روین، شما فرزند من نیستین، من شما را عاق میکنم. آیا همین از نگاه دین، از نگاه اسلام کار همین پدر حقیقت دارد یا نه؟ برادران عزیز و گرامی، این مسئله نو نیست. من از زمانی که حتی خطیب بودم بگیم، در مسجد کار میکردم، از همون زمان این حالت ها بود. عکسش هم بود، یعنی مادری بود که نمیگذاشت پیش پدر روند. پدری هست اینا مثل این سوالی که پیش من هست، نمیماند پیش مادر روند. و بعضی هاشون از مائیندر شکایت میکردن، بعضی هاشون میگفتن نه، مائیندر همان مقصد بسیار معامله خوب دارن. من بر این فرزندا چی گفتنیم؟ من اولا گفتنیم که اینها حقی نزد مادر رفتن دارن. این سببه که در بین این پدر و مادر پیدا شد و مقصد بین یکدیگر جدایی شد. این با عیب کشیده است، با عیب پدر عیب مادر. اینها گوییم پرابلم همون پدر و مادر. برای چی جدا شدن؟ کار درست کردن یا نادرست کردن؟ جواب ایرا اینها نزد خدای مهربان خودشون میتین. ولی پدر در این صورت حق ندارد که فرزندا را از زیارت مادر محروم کنند. یا مادری که اگر فرزندا را خودش کلان کرده باشد، حق ندارد که فرزندا را از زیارت پدر یا از خبرگیری پدر محروم کنند و در بین شرط مانند که اگر شما روین ما شما را عاق میکنیم. شما دانین پدر یا مادر وقتی این شرط ها را شما میمانین، عاق شما عاق حساب نمیخورد و دعای بدی که شما در حق این فرزند میکنین، و دعای بدی شما هم به ضرر فرزندان نیست، به ضرر خودتان هست. زین لحاظ بین وقتی که حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق بود رضی الله عنه، لیکن مادر اسماء ایمان نیاورد.
ایمان نیاورد. ابوبکر صدیق برای آن که وی ایمان نآورد و زنی به ایمان مشرک اجازت نیست که در نکاح مرد مسلمان باشد، پس ابوبکر صدیق مجبور شد که او را طلاق کند، زیرا وی ایمان نیاورد. ولی دخترش اسماء ایمان آورد. یک روز میگد همین مادر اسماء، یعنی همون زنی که ایمان نیاورد، اسلام نیاورد، در همون دینی بگیم جهالت و جاهلی خود، چون که بت پرستی بود، در همون دین باقی ماند. یک روز مهمانی خانه دخترش آمد. حضرت اسماء مادام مسلمان بود، دخترش مسلمان و مادرش مسلمان نیست. حیران شد که این مادر آیا خانش در راه تید یا نتید، آیا با این گپ بزند گپ نزند. زمانهایی که پیامبرمون میگه حیات بود، زنده بود، دویده میگه رفت پیش حضرت پیامبرمون، مادرش کو یک دمک بیس حاضر، من کو پرسم در نسبت خودت من باید چیکار کنم، بعد آمده مقصد دوام گپ من به شما میرسانم. رفت پیش پیامبر گرامی، ای حضرت پرسید که مادرم آمده میخواهد که در خانه من مهمان شود، از دخترش یعنی از من خبرگیری آمده، آخه مادر من را تو میدانی که وی مسلمان نیست، چیکار کنم؟ پیامبر نازنین برادران عزیز، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، این پیامبر نازنین، این معلم بشریت برای همه، خواه انسان، خواه حیوان، خواه هر چیزی باشد، برای همه روی عالم رحمت آمدگی است. گفت اسماء دخترم، شما گو حاضر روین، مادر پذیرایی کنین، مادر استقبال بگیرین، مادر در خانه درارین، بهترین کرپچه‌ای که داری زیر پاش پرتا، از هر چیزی در خانه داری مهمان نوازیش کن، با یگان هدیه کم در دستش بته و بعد گسیلش کن. این برادرای عزیز، اینا تربیه اسلام میگن، اینا تربیه دین میگن، اینا بزرگی اسلام ببینین که به یک نفری که ایمان ندارد پیامبر نازنین در پیشش نمی رود به همو ایمان بیاره که تو پیامبری، قرآن در نزدش تصدیقش نمیکنه، ولی پیامبر میگه بهترین کرپچه را زیر پاش پرتا، خوبترین طعام با پیش بیار، با او با زبان خوب و شیرین صحبت کن، مادر جان گفته گسیلش کن، با یگان هدیهش بده. این قصه را من برای چی آوردم؟ برای آن آوردم که حالا که این مادری که اگر چنده که از این فرزندا جدا هم که باشد، ولی وی مسلمانه، اگر مسلمانم نمیشد یا حق داشتن که همچه مادر پیشش رود، این فرزنداش هم، یا مادران هم حق ندارن فرزندا را مانع شوند که نمیره. اگر چنده که بعض پدرها مقصد مادرها را با فرزنداش طلاق دادن و دیگر مقصد نفقه فرزندا را تامین نکردن، تربیه فرزندا را اهمیت ندادن، رفتن مقصد به خانه و در زن و فرزند خودشون هم که شده باشند، اونها برای این به اهمیتیشان پیش خداوند گناهگارن، اونها جزا میگیرن، کار خوب نکردن. لیکن حکم پدری و مادری از بین نمی رود. وای پدر است، اینش مادر است.
برای این پدر عزیز این خیلی شرط نمانده فرزندا، برعکس مصلحت بوده که برین مادرتون رو ببینین. اگر به شرطی که همون جدایی شما از حساب کمبودی مادرشون هم که باشد، تو بگو که برین اینو ببینین، ما در حق مادری تو یگان جبر یگان مشکلات نآورده بودم. مقصد اما مادرش اگر ممکن نخواسته بود، ممکن مادرش تو را حرمت نکرده بود، مادامی طلاقش دادی، اینجا با زبانی تو درازه، بگذار روان از حال او خبرگیری کنن، با تا چند حرمتی تو زیاد می شود. لیکن بعضی پدرها را همون زنهاشون، این همون مایندرها مجبور میکنن که نمان همین را پیش مادرشون بروند. بعضیاش باز پدرها را مقصد چنان حالتی ده میارن که فرزندات از خانه بیرون کن. انا این چیزا ده بسیار با اهمیت باشید. سخن این مایندرها را در این مسئله قبول نکنید. ولی جواب سوال همین، فرزندا حق دارند که روند. اگر پدر شرط ماند که من آقتون میکنم، آق نمیشوند، پدر در این مسئله حق نداره. پدری با عقل با فهم خودش امکانیت میده که برای مادرتون خبر بگیرید. این مادر چیزی نیست که خبرش نگیری، بگذار همینا را پرتافته هم رفته باشد، به اهمیتی هم کرده باشد. ولی امروز اکو فرزندا که همچون مادر میدوننش، روان مقصد نزدش، بگذار دعای نیکش هم بگیرن وای مادره. اگر همین حالت در پدرم که میشید، من همین خیلی مصلحت میدادم، بگذار پیش پدرشون روان از پدرشون دعای نیک بگیرن. این از جواب شما خواهرها و برادرای عزیز. سوال دوم، بابای حاجی، من 3 سال می شود که با یک دختری از شوهرش برآمدگی صحبت میکنم. او را نمازخوان و قرآنخوان کردم. از آنه که بیرحم می شود میخواهم به خاطر الله بزرگ و برازگی پدر و مادرم سیرش را پوشانم و دختری باکیره گفته بازنی گیرم، تنها به خاطر الله بزرگ که جنت الفردوس را نصیبم گرداند. بابا جان خواهش میکنم پره فهمونید، آیا این کاری من نزد خدا درست است یا نه؟ من مهاجرم، در حقم دعا کنید بابا جان. برادر عزیز و گرامی، سؤال این نفرم فهمیدیم. این کس مهاجر بوده است. خداوند سفراتون مبارک و بخیر کنه، الله حفظت کنه برادر عزیز، هر کسی که باشی. و این میگه 3 سال می شود، میگه که با یک دختری از شوهرش برآمدگی صحبت میکنم. 3 سال شد، مقصد قرآن خوانش کردم، با سطرش کردم، خلاص با حیاش کردم و با مادر و پدرم مقصد مصلحت کردم، سیرش میپوشانیم همچون دختری باکیره گفته توی کرده میاریمش. و مقصد ما به همین زندگی میکنیم. آیا همین از نگاه دین گناه است؟ نه، گناه نیست، گناه نیست برادر عزیز. مقصد هر یک جوانی که اگر زنم نگرفته باشد، لیکن خواهشش همیه که یک زنی از شوهر برآمدن یک بیوه را بگیرد، این گناه نیست، در شریعت این گناه نیست. یا اینکه زنهایی هستند که از خودشون خورتر میگیرن، هست مثال 5 سال، هست 10 سال، از خودشون خورتر هستن. اونها را مقصد وقتی خواهشی اونها میشن نکاح کردن میگیرن، این نگاه دین یگان گناهی وجود نداره، یگان خطایی نیست در این مسئله. برای این برادر ما که خیلی مهنت کرده است، خیلی محبت کرده است و به خاطر الله بزرگ گفتی خودش همین کارا را انجام میتید، ان شاء الله دادر عزیز شما گناهگار نیستین. فقط من اینجا اگر شما نام پدر و مادرتون رو نمی آوردین، من می آوردم.
من این قدر میگم که پدر و مادر از حالتهای زنگیریتان آگاه کنید. بگین که من زن میگیرم و کی را میگیری باید برای پدر و مادر آگاه کنی. یعنی مصلحت پدر و مادر، برادرای عزیز و خواهرای عزیز، مصلحتشون لازمه، مصلحتشون در کاره. یعنی اگر چنده که ببینین پدر و مادر حق مجبور کردن ندارن. یعنی مجبور دخترش یک نفر ده مثال نکاح کند یا بچهش یگان کس ده نکاح کرده تید، مجبور کردن ده حق ندارد. لیکن در آگاه کردن، در مصلحت کردن، همین نفری که لازمه پدر و مادره. پدر و مادر به خبر نمانه. پدر و مادر باید آگاه کنین، دعای نیکشونه بگیرید. پدر و مادر وقتی که فرزندا پیشنهاد میکنن که من فلانی را میگیرم، شما یک بارک همون نفر را ببینید. در حال مقصد نسبت فرزندا تست یگان شرط پرینسیپ نمانه. بگین من چکو بچم همون زنی را که میگیری کو من در یک مقصد من با همراهش یک لحظه بشینم، با شما کلانتر این قطیش بشینین، کو گوشش کنین، کو ببینین. آدم میگه در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود. همین آدم گپ زد خودش میفهمه که وای مثال بدای نیکای چیزی هست، همین در زبانش همون فعل اخلاقش نشان میتید خودش. یا اگر دختر شما مردی را انتخاب کردنشید بگه همون فلانی من ده معقول هست، شما از حال هم بچه آگاهی پیدا کنین که همین بچه آیا همین موافق همین دختری من هست یا نه. برای همین خواهرها و برادر عزیز، پدر و مادر در مسئله زنگیری به خبر نمانین، آگاهشون کنین، آگاه کنین، مصلحتشون را بگیرین، همین دستکاشون را بردارن، بگم بچه خوشبخت شای، نیکبخت شای، خدای زندگی خوبت بته. گفته همین دعاکشون را بگیرین برین، اگر کارتون نکنین خوش به حالتون بهترین میشه. ولی این دادر ما هم حق داره که وقتی مصلحت شما با پدر و مادر شود، شما اگر با یعنی سیری همویه که این شوهر کردگه پوشانین و همچون دختر گفته بیارین نکاح کنین، انشاءالله یگان گناهی نیست. خدا خواهد این دروغ هم نمی شود. لیکن همون زنهایی که وقتی اینقدر مهربانی از طرف این خوشتامن، این خسور، این شوهر می شود، باید به قدر این نیکی ها باید برسید که شما یک زن شوهر کردگی را با این قدر مقصد بین خدمت ها، با این قدر احترام ها، شما باید که در نسبت این خسور خوشتامن، در نسبت این شوهرتان بسیار بسیار نیک بین باشین و همیشه برای اینها مقصد خدمت کنین، دعای نیک شونه بگیرین. به قدر همین نیت ها و گمان های نیک همین ها باید خواهر از شما برسید. الله مهربان نیک بختون کنه. خدا زندگی های خوب نصیبتون گردانه. آمین یا رب العالمین.